دلایل مختلفی در افرادی که ریزش مو دارن باعث ایجاد این مشکل میشه، اما یک ویژگی در تمامی اونها به طور یکسان وجود داره و اون هم نرسیدن خون به میزان کافی و به شکل مناسب به ریشه موه. فرض کنید موهای شما یک گیاهه. اگه آب کافی به ریشه گیاه نرسه، در عرض مدت کوتاهی برگ‌ها و ساق ضعیف میشن و در نهایت از بین میرن و میریزن. این موضوع در مورد موهای شما هم صدق میکنه. اگه خون کافی به ریشه مو نرسه، موهای شما هر روز ضعیف‌تر میشن و در نهایت دیگه رشد نمیکنن و میریزن. اما هیچ وقت دیر نیست. اگه به موقع دست به کار بشین و به ریشه گیاه آبرسانی کنین، ریشه بازسازی میشه و ساق و برگاش هم دوباره سبز و زیبا میشن. این دقیقاً کاریه که ریکاپیل رپید با موهاتون انجام میده. فرمول منحصر به فرد این محصول درست مثل نقش آب برای گیاهانه و باعث میشه که خون به ریشه موهای شما بهتر برسه و باعث رشد مجدد موهای از بین رفته شما بشه و اونا رو جذاب‌تر و سالم‌تر از همیشه نشون بده. پس از سالها تحقیق و آزمایش، ریکاپیل 9 عصاره طبیعی رو به عنوان بهترین مواد کمک کننده در جهت رشد مجدد موهای از دست رفته انتخاب کرده که با ترکیب اونها خون رسانی به ریشه‌های مو به بهترین شکل ممکن صورت میپذیره. ریکاپیل هر سه نیاز اصلی موهای شما رو تامین میکنه. اول اینکه اونا رو شاداب و زیبا نگه میداره، دوم اینکه از ریزششون جلوگیری میکنه و در نهایت باعث رشد طبیعیشون میشه. به همین خاطر ریکاپیل رو به عنوان محصول 3 در 1 میشناسن. برای خانم‌ها و برای آقایون. آزمایش نشون میده که در 97% موارد ریکاپیل میتونه مفید واقع بشه. این گونه بود که منم تصمیم گرفتم مفید بودن ریکاپیل رو تایید کنم. بسیار خوب، دکتر کاندیانی هم تأثیر مثبت 97% ریکاپیل رو تایید کردن. پس دیگه وقت رو از دست ندید. هر دقیقه‌ای که میگذره چند تار موی دیگه شما خواهند ریخت و ممکنه جایگزینی نداشته باشن. بله، این دقیقاً تفاوت بین ریکاپیل رپید و تمام دارایی که تا به حال استفاده کردید و متاسفانه نتیجه‌ای هم نداشته. تنها محصولی که به شکل فوم این قابلیت رو داره که فقط در ناحیه‌ای که دچار مشکل شدید از اون استفاده کنید ریکاپیل رپیده. خیلی سریع خشک میشه و بوی بسیار خوبی هم داره. نه تنها دیگه موهام ریزش نداشتن، بلکه دوباره شروع به رشد کرد. موهای سر من کاملا ریخته بود، ولی کی باورش میشه حالا این همه مو دارم. بعد از چند هفته استفاده متوجه شدم که موهام دوباره دارن رشد میکنن. ریکاپیل رپید تمام خواسته های موهای شما رو برآورده میکنه. موهای کم پشت دارید؟ پس هر روز 2 بار از ریکاپیل رپید استفاده کنید. اگه بخشی از سرتون دچار تاسی شده، روزی 3 بار اون ناحیه رو با ریکاپیل رپید اسپری کنید. اگه هم ریزش موهاتون خیلی جدیه، روزی 4 مرتبه از ریکاپیل رپید بر روی پوست سرتون استفاده کنید. حالا زمان اون رسیده که نتیجه بی‌نظیرش رو ببینید. هیچ محصول دیگه‌ای وجود نداره که تا این حد طبیعی و کارساز و مثمر ثمر باشه.